سلام، خوش اومدید به کانال آقای فیل. امروز قراره بریم سراغ این موضوع که توی مراسم مارول کامیک کان چه اتفاقی افتاده. شخصیت تونی استارک یعنی رابرت داونی جونیور توی این مراسم به عنوان چه شخصیت جدیدی توی دنیای اونجرز معرفی شده و اینکه فیلم اونجرز 5 یا اونجرز دومسدی یا به فارسی خودمون انتقامجویان 5 کی قرار اکران بشه. تا آخرین ویدیو با ما همراه باشین چون قراره به همشون بپردازیم. اگه شما تا الان کانال رو ساب ندارین حتما دکمه سابسکرایب رو فشار بدید. بریم سراغ ویدیو. اولا که مراسم کامیک کان چیه؟ مراسم کامیک کان یک رویداد بزرگ فرهنگی و هنریه که به طور خاصی به دنیای کامیک و فیلم و تلویزیون، بازی‌های ویدیویی و فرهنگ پاپ اختصاص داده شده. این مراسم به ویژه در شهر سن دیگو کالیفرنیا معروفه و هر سال هزاران نفر از طرفداران این حوزه در آن شرکت میکنه. حالا ویژگی‌های این مراسم چیه؟ نمایشگاه‌هایی که غرفه‌هایی از ناشران کامیک، استودیوهای فیلمسازی و شرکت‌های بازیسازی محصولات جدید خود معرفی میکنند. کاسپلی ها یعنی لباس‌های مبدلی که میپوشن. شرکت کنندگان معمولا لباس‌های شخصیت‌های محبوب خودشونو میپوشن و در مسابقات مختلف شرکت میکنن. محصولات یادگاری ها، فروشگاه هایی که انواع محصولات مرتبط به فرهنگ پاپ از جمله کمیک ها، عروسک ها و لوازم جانبی که مرتبط به فیلمی یا کامیکی یا انیمیشنی از اون کمک باشه رو عرضه میکنه. ولی هیجان انگیزترین بخش کامیک کان مارول معرفی فیلم ها یا کامیک های جدیدشونه. خیالتون راحت، توی ادامه ویدیو قرار بپردازیم به فیلم انتقامجویان 5 یا انتقامجویان دومسدی، ولی یکم صبر داشته باشید. حالا چرا این کامیک کان اخیر مارول انقدر برای دنیای سینما مهمه؟ در جریان مراسم کامیک کان امسال بالاخره نوبت به استودیوی مارول رسیده تا خبر از بازگشت رابرت داونی جونیور اسطوره دنیای مارول رو بده. پنل اختصاصی استودیوی مارول چند موقع پیش در رویداد سالانه کامیک کان با شور و هیجان خاص همراه شد که طرفداران دنیای سینمای مارول رو شدیداً به وجد آورده. حماسه جوانهای موازی در حال رسیدن به نقطه حساس و بزرگی بود که رویارویی ابرقهرمان MCU را با ابرشرور بعدی این فرانچایز در فیلم‌های جدید اونجرز رقم میزنه که در این مراسم از نام این شخصیت و بازیگران به صورت رسمی معرفی شد تا اتفاق دیوانه‌واری را شاهد باشیم. نخست آن که فیلم انتقامجویان 4 دیگر تحت عنوان Avengers The Kang Dynasty شناخته نشده و ایده شخصیت کانگ فاتح به نظر میرسه که کنار گذاشته شده و یا هم از اهمیت گذشته خود دیگه برخوردار نیست. با این حال این فیلم با عنوان جدید و جذابی به نام Avengers دومسدی تغییر پیدا کرده که نشون میده که به محوریت شخصیت دکتر ویکتور واندوم جریان خواهد داشت. حالا چه کسی شخصیت دکتر دوم رو ایفای نقش خواهی کرد؟ رابرت داونی جونیور که با ایفای نقش تونی استارک آغازگر دنیای سینمای مارول بود و در جریان وقایع اونجرز اندگیم فداکاری حماسی را انجام داد که به عنوان خبیث‌ترین نسخه دکتر دوم از دنیای جهان موازی پا به میدان خواهی گذاشت تا این بار پایان دنیای سینمای مارول را با شکل و شمایل فعلی رقم بزنه. حضور غیر منتظره که البته پیشتر انسایدر مشهور هالیوود یعنی جف اسنایدر احتمال این اتفاق را مطرح کرده بود. پنجمین فیلم انتقامجویان حال با عنوان Avengers دومسدی برای اکران در ماه مه سال 2026 میلادی برنامه‌ریزی شده. انتقامجویان 6 بدون تغییر باقی مونده و همچنان Avengers Secret Wars نام خواهد داشت که در ماه مه سال 2027 میلادی اکران میشه. در پایان موضوع کنفرانس کن و اکران اونجرز 4 و 5 خبر خوشحال کننده‌ای برای طرفداران دنیای سینمای مارول با بازگشت برادران روسو برای کارگردانی فیلم‌های اونجرز دومسدی و اونجرز سیکرت وارز خواهد بود که در جریان کامیک کان رونمایی از رابرت داونی جونیور در قامت دکتر دوم توسط خود شخص جو روسو صورت گرفت که لحظه ماندگار و بی‌یادماندنی را پدید آورد. فیلم نامه این آثار نیز توسط استیفن مکفیلی نگارش خواهی شد. اینم از بازگشت تونی استارک در نقش دکتر دوم. حالا دکتر دوم کیه؟ دکتر ویکتور واندوم یکی از معروفترین و پیچیده‌ترین شخصیت‌های منفی در دنیای مارول که به عنوان دشمن اصلی فانتاستیک فور و یکی از بزرگترین تهدیدات برای قهرمانان مارول شناخته میشه. ویکتور واندوم در کشور خیالی لاتویریا به دنیا اومده و از کودکی با مشکلاتی مواجه بوده که او یک نابغه در علم و فناوری تبدیل شده و به شدت تحت تاثیر مرگ مادرش قرار داره. او به دنبال قدرت و دانش تا نه تنها انتقام بگیره بلکه بتونه کشورش رو به ابرقدرت تبدیل کنه.
البته این معلوماتی که دارم بهتون میگم مربوط به شخصیت اصلی دکتر دوم توی کامیک هاشه، نه توی فیلم اونجرز. حالا چطور دکتر دوم تبدیل شده به دکتر؟ واندوم در دانشگاه با ریچارد رید یعنی مستر فانتاستیک و دیگر اعضای فانتاستیک فور آشنا میشه. پس از یک حادثه آزمایشگاهی که منجر به آسیب دیدن صورتش میشه، او به دنبال انتقام برمیایه و با استفاده از دانش خود زره قدرتمند طراحی میکنه که او رو تبدیل میکنه به دکتر دوم. دکتر دوم دارای هوش فوق‌العاده‌ایه که مهارت‌های علمی بالا و توانایی‌های جادویی داره. با استفاده از زرهی که داره، قدرت‌های فیزیکی و دفاعی بالایی داره و میتونه انرژی‌های مختلفی رو کنترل کنه. توی کامیک ها دکتر دوم بارها سعی کرده تا با استفاده از تکنولوژی و جادو کنترل جهان رو به دست بگیره، که اون نه تنها با فانتاستیک فور بلکه با قهرمانان دیگری همچون اسپایدی و انتقامجویان نیز درگیر شده. یکی از نکات قوت داستان دکتر دوم چیدگی شخصیت اوست. اون نه تنها یک شخصیت منفیه بلکه انگیزه ها و آرزوهای انسانی هم داره. گاهی اوقات هم پیش میاد که او خودش رو تو نقش قهرمان میبینه و تلاش میکنه دنیا رو نجات بده، حتی اگر روش او غیر قابل قبول باشه. بخوایم خلاصه کنیم، دکتر دوم به عنوان یک شخصیت نمادین در دنیای مارول که نماینگر تضاد بین قدرت و مسئولیته. داستان‌های دکتر دوم معمولا شامل موضوعات انتقام، قدرت و عواقب تصمیمات اخلاقی هستند که او را به یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌های منفی تاریخ کامیک تبدیل کرده که توی اونجرز بعدی قرار دکتر دومو داشته باشیم، البته با بازی رابرت داونی جونیور یا تونی استارک خودمون. مرسی که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، دکمه سابو حتما فشار بدید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.